که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود من در پیش مسلمانان بندگان خدا و در حضور خدا در دنیا و در آخرت گواهی میدهم که با دو گوش خویش از زبان شکربار رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم که فرمود 5 صلوات افترضهن الله تعالی 5 نماز خداوند در ذمه شما ای مسلمانان فرض گردانده است. 5 نماز فرض است که خدای تعالی بالای هر یک شما او را وضع نموده است. من احسن وضوءهن و صلاهن لوقتهن و اتم رکوعهن و سجودهن و خشوعهن کان له علی الله حق کان له علی الله عهد ان یغفر له. هر کسی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرماید این 5 نماز قبل از خواندنشان طهارت کامل میکنه، طهارت پره و خشرو میکنه، در بالای پا محس نمیکشه، در بالای نسکی جوربکی تنگ محس نمیکشه، بلکه پاش کاملا میشوید. اگر محس میکشه در بالای محسی محس میکشه یا در بالای موزه محس میکشه. بعدا این 5 نماز در وقتش ادا میکند و وقتی که این نمازها را میخواند رکوع به پرگی انجام میدهد، سجده را کامل میسازد، مثل مرغی که دانه میچیند زود زود سرش زده و نمیبردارد، بلکه با آرامی با تمکین همچنانه که خدا و پیغمبر امر کرده است. و در نماز خشوع اختیار میکند، خشوع رعایه میکند. خشوع یعنی شکست نفسی، بیچارگی، متکبرانه سر در آسمان نمیبرداره، کندک سینه را پیش کنه و دستا را نمیدونم در کتف رسونده و شپگرد بشینه، بلکه خشوع آرام با خشوع با بیچارگی، همچنانه که بنده در نزد پروردگارش می ایستد، غلام در نزد صاحبش می ایستد. اگر همه 5 نماز ادا کند این شخص با پروردگار رب العزه یک عهد می بنده، یک کانترکت می بنده. ببینه کانترکت خداوند با این می بنده که گناه تا می بخشم. این بنده خط آزادی از آتش جهنم خدا براش میده. و من لم یفعل فلیس له علی الله عهد ان شاء غفر له و ان شاء عذبه. اما کسی که همین عملا را انجام نمیدهد یا اگر داد به پرگی و کامل انجام نمیدهد، این شخص با خدا هیچ عهدی نداره. بین این بنده و بین خدا یگان کانترکت وجود نداره، هیچ حقی نداره. این بیچاره فردا روز قیامت اگر خدا خواست گناهش میبخشه، اگر نخواست به عدلش گرفت موافق جنایت کردگیش جزا میبینه. ان شاء عذبه، اگر بخواه عذابش میکنه، اگر بخواه موافق جنایت کردگیش جزاش میده پروردگار. این است برادرای عزیز نمازی 5 گانه، این است حکم نماز. قسم به خدا اگر پروردگار این نمازها را برای ما فرض نمیگرداند، این نمازها را کفارت گناه ما نمیکرد، وای به حال ما که دوزخ او طرف بسته در همین دنیا میسوختیم، در همین دنیا سوخته خلاص میشدیم. حضرت عبدالله ابن مسعود فقیه امت روایت میکند، روز میگوید پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم همراه اصحاب بزرگوار ایستاده بود، گفت تحتریقون تحتریقون، ای مردم مسلمان شما به دست خود آتش جهنم خودتون تیز کرده استید، شما در آتش میسوزید میسوزید. به تأکید گفت تحتریقون تحتریقون. این سخن در حق اصحاب بزرگوار گفت، کسایی که در این ملت از همه فضیلت و برتریت والاتری دارند. فاذا صلیتم الصبح غسلتها، وقتی که شما نماز بامداد میخوانید همون آتشی که در جهنم تیز میشود علنگه میگیرد،
نماز خوانده شما، نماز بامداد خوانده شما همون را خاموش میکنن، با آب خاموشش میکنن. ثم تحترقون، بعد باز میگه آتش جهنم تو تیز میگرده. در این روزا هزارها گناه ما مرتکب میشیم، هزارها عمل نادرست از ما واقع میشود. چشم زنا میکنه، گوش من زنا میکنه، زبان من زنا میکنه، اعضا و جوارح من زنا میکنه، همه گناه هست. اینقدر غیبت ما میکنیم، اینقدر دروغ ما میگوییم، اینقدر سخنهای لغو و بیهوده که از زبان ما صادر میگردد، همه بر ضد ما است. حضرت میگه باز میسوزیده مردم. فاذا صلیتم الظهر غسلتها، اما وقتی که نماز پیشین میخونه، همون آتشی که از بامداد تا پیشین تیز شده بود همون را خاموش میکنه. ثم تحترقون فاذا صلیتم العصر غسلتها، باز میسوزه، باز آتش علنگه میگیره تا وقتی نماز عصر. و مسلمانای واقعی که نماز عصر میخونن، نماز عصر خاموشش میکنن. ثم تحترقون فاذا صلیتم المغرب غسلتها، بعد باز آتش میگه علنگه میگیره، بلند میشوه، تیز میشوه. وقتی که نماز شام خوانده باز میگه خاموشش میکنه. ثم تحترقون فاذا صلیتم العشاء غسلتها، بعدا میگه باز آتش علنگه میگیره، باز سخنای پادر هوا میگه، باز شیطنت ها میکنه، باز آتش جهنم خودتون بلند میکنه. اما وقتی که نماز خفته نخوانده خاموش میشود. یک حکمت آن که پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما و شما را بعد خواندن نماز خفتن از گپ دنیا منع کرده است، از لقلق بیهوده منع کرده است، همین است که حضرت میگه ثم تنامون، بعد سرتون میمونه خواب میکنه. فلا یکتب علیکم حتی تستیقظوا، در وقت خواب هیچی تو نمی نویسن، آتش هم تیز نمیشوه، به شرطی که پیش ای خواب به معنیگی نکنی، پیش ای خواب سفسطگویی نکنی، پیش از خواب لقلق دنیا نکنی. خفتن که خوندی و رفتی به خونت، طهارت کن، سر تمام خواب کن، انشالله تا صبح گویا عبادت میکنی. اما اگر گپی دنیا گفتی، کارای هزل بی معنی کردی، فوتبال تماشا کردی و به شوق رغبت آن که فلان کمند برده است سر تماندی و خواب کردی، آتش تا دمیدن صرف صادق تیز شدن میگیرم. چی بسا کسایی هستند که در همین دنیا الکی سوخته استیان، در همین دنیا تا قیامت هم میرسن که یا لخچه میشوند دیگه. و نماز شوینده همه گناه ها است. نماز خاموش کننده انمی آتش تیز است. این نماز یک دستگل است که خدا برای ما عطا کرده است. ما باید شکرگزاری نعمت خدا را کنیم، باید در نماز قایم باشیم. علامه ابن قیم جوزیه در زاد المعاد روایت میکنه که نماز برای مسلمان منفعت های زیاد دارد، هم منفعت های مادی، منفعت های معنوی. اولا نماز رزق روزی بنده را زاید میگردونه. شخص وقتی که نماز خوند رزق روزیش زیاد میشود. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. الآیه. خداوند بزرگ در قرآن میگوید هر کسی که از خدا بترسه، هر کسی که پرهیزی از خدا داشته باشد، خداوند براش یک مخرج، یک کشایش، یک منبع درآمد پیدا میکند و رزق روزیش از جاهای میرسونه که در حساب نیست، در یگان حساب نیست. خداوند رزق روزیش همونجا میرسونه. پس نماز زیادگرداننده رزق روزی بنده مؤمن است. افسوس، صد افسوس، ما گمان میکنیم که به نماز مشغول شویم تجارت مکم میشود، درآمد مکم میشود. تا به حال این نیمشه مسلمان ها در جامعه هستند و افسوس که خیلی زیاد هم هستند. یک برادر در همسایگی ما زندگی میکرد، ولی کوچیده است، در 5 ایتاژ میزیست. در پایان خانه الحمدلله مسجد داریم ما. بعد نماز بامداد یک روز در همون بیرون با بعضی شاگردا صحبت میکردیم، شاید یا که سوال میکردن، نخواست پایان شد دیگه که جایی گریختن نیست. یوخی
همو بینوهایی که открытый лестницаш میگن کو همه میتوا ایام 5 etaج خونه‌اش که بنوما توف دیگه معلوم بود جای گرفتن نداشت نباشه میگرفت. از خدا حراس نمیکنن، از ملا حراس میکنن، از رئیس حراس میکنن، این مردمی بیچاره از ناظر حراس میکنن. نمیدونم چی درد مرسید است. امام غزالی میگه اگر همین مردم همچنانه که از کمبغلی میترسن از دوزخ میترسیدن یگان تاش دوزخی نمیشد. پایان اومد مذمتش کردم که چرا در نمازا نیستی؟ گفت دملا کار میکنم، کارم وزنی نه، مرشد که حی میکنم. میکرد اولی رسیه رفت است. اوقی گفتیم همین نماز کاری تر سری رخش نگیره، مرشد که شخصی بدست از خودت بدست. اوقی نیم ساعت پیش از همون شروع شدن نماز تو آخران رئیس که کردی بس که نمازه که در یه مسجد بخون کار دوام ته انشالله هم که برکتت میته خدای تعالی که از او 2-3 کروگی زیاد میکردگی را برکتی بیشتر میوی. گفت دوملو عجب گپو میزنی. این من در دوی مسجد بدرم بشینم یگان کس میاره یا تکنون در پیش مونه که بخور. من گفتم تو صدق نداری، اگر داشته باشی میارم، خدا میارد. افسوس که صدق نداره، شما باور نداره. با همین بزربت در این مسجد هوی کرده گفت که این 6 تا خیر رفتیم ما هم در پهلو شیشتیم. همین 10 دقیقه پس یک برادر دیگه هم پدیز دیخت شد یک طبق شربرینج آورد. گفتم بخوای سرت لونه یا تکنون این شربرینج بزن. گفت پیشکی گبزنان کرده بودی. سبحان الله. آخی من این برادر را ندیدم، اگه جو گبزنان میکنم همین خطی تو بدیم. یک جای خطی در مسجد رو اومدیم، پیش چشم که نور عرفان نیست گربه و آسمان نمایان نیست. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم یک گروه از منافقا در حرب تبوک، در حربی که در یک گرمی بسیار سخت واقع شده بود، گفتن تو پیغمبر خدا هستی آخی یک هفته دعا کو تو حبیب خدای تعالی یا ابر بفرسته باران بزنه چیله تابستان های در همون گرمی های تفسانی بین حجاز و شام. حضرت طهارت کرد، دست به دعا برداشت، پیش خدا التجا و التماس کرد. یک ابر آمد چنان باران زد که مردم در زیر شکم شترا و از پاشو پنهان شدن از باران. بعد مؤمنا گفتن که آقا ای بدبختا حالی هم شما یقین نداره خاک در سر تو در همین چیله تابستان در تموز این باران ببینه به شرافت دعای پیغمبر. گفتن یک ابری دیدو بود اومد زده بر رفت. نماز رزق روزی بنده را زاید میگردونه. نماز در سلامتی انسان فایده داره. همین نمازی که میخونیم این فیزریت که شما میدونه اگر به شرط قاعدوی کردی، اگر در رکوع حقیقتا راست ایستادی، در وقتی در قیام در رکوع اگر میان تا پشت هموار دار همچون زه میگه صاحب 4 کتاب شریف، اگر پشت مثل زه هموار بداری تمام رگ پیوندت کشیده میشوه. بعدا وقتی که سجده کردی و از سجده خستی همین خودش میشوه فیزریت که سحر همه رگ پیوند در کار میدرویه. این نماز به سلامتیت فایده داره، روحت قوی میگردونه، روحت قوی میگردونه. و نماز یک سکینه در قلبت وارد میسازه. آدم نمازخوان نسبت به نماز دلش دل پرتره برای نماز میخونه. حتی اگر شنیدیم که آدم نمازخوان در دریا پری دست رفته است یا با یک مردی مفاجئوی مبتلا شده است، میگیم خدا رحمتش کنه این مردک کوله‌بارش قطیش بود، این مردک توشش همراهش بود، این نمازخوان بود. برای این فرقش چی؟ از این دنیا دیده جواری رحمت خدا براش گواراتر است، بهتر است. پس نماز قلب آدم بسیار قوی میگردونه. نماز آدم با غیرت میسازه. نماز روی آدم پاک تازه میسازه، باطن آدم پاک تازه میسازه. نماز محبت به نمازگزارا به اهل مسجد بازم بیشتر زاییتر میگردونه. نماز وسیله اجتماع جمع آمدن مسلمان های. اگر همین نماز جمعه نمیشید این چند هزار آدم در یک جا جمع آورده میشید؟ به هیچ وجه. پس این نماز یک رحمت است، نماز یک راحت است. حضرت
مجدد الف ثانی را همت میدونی، صاحب مکتوبات ربانی با نام امام ربانی معروف و مشهور است. این شیخ بزرگوار یک شاگردی داشت با نام شیخ عبدالواحد، شیخ عبدالواحد لاهوری. یک روز استادش سوال کرد، گفت استاد مهربان در جنت، گفت اهل جنت نماز میخونند؟ گفت اهل جنت احتیاج به نماز ندارند، اهل جنت سخنش و ذکر است، نفسش و ذکر است، اونا در جنت مکلف نیستند که نماز بخونند. یک آه کشید زار زار گریست. گفت آخی چون میکنی جنتی را که نماز نداشته باشه، مکانی که در اوجد نماز نباشه، سجده الهی نباشد، از کجا در او سکونت قلبی حاصل میکنی؟ حضرت علی القاری یک عالم بزرگ ما هست، میگه که حضرت علی گفت لو خیرت بین الجنة والمسجد لاخترت المسجد. اگر منم خیر میگذاشتن به اختیار خود میموندن که یا علی از ده یکی را اختیار کن، یا مسجد یا جنت، من البته مسجد اختیار میکردم. زیرا مسجد مکان عبادت خدا است، مکان خدمت به خدا است، در صورتی که جنت جای عیش نعمت است، جای راحت است. من عبادت خدا، بندگی خدا را از عیش از نعمت بالاتر میدونم. بزرگای خدا اینایی خیلی فعل داشتن، اینایی منوال رفتار میکردن. نماز ببینه که در پیش بزرگای خدا چه قدر قیمت دارد، چه منزلت دارد. واقعا نماز هر قدر که بس فشکنیم بازم کم است. امام احمد و ابن ماجه و امام بیهقی با اسناد حسن روایت میکنند از راوی امت حضرت ابو هریره رضی الله عنه فرمود کان رجلان من بلی حی من بنی قضاعه اسلم مع رسول الله صلی الله علیه و سلم. دو مرد میگوید از قوم بلی که یکی از قومهای قبیله بنی خزاعه است، همراه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم اسلام آوردند، مسلمان شدند. فاستشهد احدهما و اخر الاخر سنه، یکیش همون سال شهید شد در رکاب پیغمبر، در جنگ به خاطر خدا جام شهادت نوشید. دیگرش یک سال دیگر زندگی کرد، بعد وفات کرد به مرگ خودش. ابو هریره رضی الله عنه روایت میکند که طلحه ابن عبیدالله صحابی بزرگ پیغمبر خواب میبیند که همون شخصی که یک سال بعد شهید وفات کرده بود پیش از شهید داخل جنت میشود. ولی شهید در حساب و کتاب شهید داخل جنت نشیده است، این مرد که یک سال بعد داخل جنت میشود. حضرت میگه فتعجبت لذلك، در حیرت موندم که چخیل یک آدمی که به مرگ خودش مرده است پیش از شهید داخل جنت شد. فاصبحت فذكرت ذلك للنبي صلی الله علیه و سلم. وقتی میگه صبح شد خیستم از خواب آمدم نزد پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم و همین قصه را ذکر کردم که این چه حکمت داشته باشد. حضرت میگه در جواب فرمود الیس قد صام بعده رمضان و صلی 6000 رکعة و کذا و کذا رکعة صلاة السنه. گفت چی تعجب میکنی؟ این مردک مگر بعد شهید شدن رفیقش ماه شریف رمضان روزه نداشت؟ مگر بعد شهید شدن رفیقش در مدت یک سال 6400 رکعت نماز نخوند؟ نمازهای فرضی را اگر حساب کنیم در یک شبانه روز 17 رکعت، فقط نمازهای فرضی را بگیریم در یک شبانه روز 17 رکعت، در یک ماه 510 رکعت، در یک سال 6000 و والله اعلم 6120 رکعت یا 220 رکعت می شود. آیا گفت این مرد بعد شهید شدن رفیقش 6200 رکعت نماز نخوند؟
6200 رکعت در هر رکعت 2 بار در پیش خدا سجده نکرد، شما چه حیران میشوید؟ واقعا این نماز بزرگترین نعمت خدا است، بزرگترین عبادتی هست که خدای تعالی در روی زمین وضعش کرده است. پس اون شخصی که عبادت زیادتر میکنه، سجده پیش پروردگار زیادتر میکنه، همون زودتر به جنت میدروید. این هیچ جای تعجب نداره. ببینید که مرتبه و منزلت نماز تا کدام حد است. حضرت حنظله کاتب صحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت میکند: سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول: من حافظ علی صلوات الخمس رکوعهن و سجودهن و مواقیتهن و علم انهن حق من عند الله دخل الجنه او وجبت له الجنه. رواه احمد باسناد جید. امام احمد روایت کرده است در مسند خویش با اسناد جید که حنظله کاتب از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم روایت کرد: هر کس محافظت میکند نمازهای پنجگانه را با پرگی انجام میده، سراسیمه نمیکنه امام که ماهی رمضان است، شب تراویح است، نماز تیزتر بگی که مردم خواب میبره، رکوع پر رعایت میکنن، سجده را پر رعایت میکنن و وقت نماز رعایت میکنن، 1 ساعت بعد شام نمیخیزن در نماز شروع کنن. برادرای عزیز، از منبر پیغمبر با تمام جدیت، با تمام مسئولیت به شما میگم، هر کسی که 1.5 ساعت صبر نمیکنه بین شام و خفتن، نمازش قبول نیست، نمازش ایسر اعاده کنه. فتوا در فتاوای دارالعلوم دیوبند، بزرگترین مرکز حنفی های جهان، از جانب مولوی عزیز الرحمن دیوبندی، مفتی عزیز دیوبند داده شده است. این شخص در تجربه سنجیده است که حتی در زمستان وقتی غروب، مدت غروب شفق 1 ساعت 23 دقیقه است، طولش 1 ساعت 23 دقیقه در زمستان، در تابستان 1 ساعت 27 دقیقه. از همین خاطر 1.5 ساعت بین شام و خفتن باید فاصله باشد. کسی فاصله نمیگذاره نماز شایسته اعاده کنه، نماز درست نیست. تا این وقت در فتاوا فقط میگفتن وقتی شفق غایب شوه، این مردک میگه که من تجربه کردم برای تنبلی همین مردم، هم در زمستان هم در تابستان چندین مراتب تجربه کردم و ثابت ساختم. برای همین این فتوا است. و هر کسی که همین نمازها را در وقتش میخونه، وقتی نماز را رعایت میکنه و میدونه که این فریضه الهی است، از جانب پروردگار امر شده است، این شخص داخل جنت میشود. در روایت دیگر اومده است که داخل شدن جنت بر او واجب میگردد، حتما خداوند داخل جنتش میکنه. این است مرتبه و منزلت نماز، با این بزرگی، با این عظمت. حضرت امام مسلم روایت میکنه در صحیحش از ربیعه ابن کعب اسلمی. ربیعه ابن کعب اسلمی از صحابه های بزرگ پیغمبر است، اهل صوفه بود. از بس که مسافر بود به مدینه آمده بود، مکان که نداشت، در همون بالای صوفه زندگی میکرد همراه برادراش. اهل صوفه خیلی مردم شریف هستند، با مرتبه و منزلت هستند و بسیار شخصی خداجو و خدا ترس بود و محبت بی‌نظیر نسبت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، نسبت صدیق اکبر، نسبت فاروق اعظم، نسبت حضرت عثمان و حضرت علی رضی الله عنهما داشت. حتی در روایات صحیحه آمده است بار همراه حضرت ابوبکر صدیق نشسته بود، سوال دادنش میگیره، حضرت غم میته، عصبش آرام بود است، اندک مانده شده بود است و حضرت صدیق با غضب یک سخنی درشتش میگه، بعدم به خود میآید. صدیق اکبر بسیار شخصی حلیم بود، بسیار بزرگ مرد بود. پشیمان میشه و اک میگه جواب ما بده، که میگه نمیتونم جواب، میگه تو جواب مناتی آرام نمیگیرم، نمیتونم. اگر میگه جواب مناتی میرم در پیش پیغمبر میگم، عرض میکنم میکارم، اما جوابش نداد. سخنای درشت نسبت حضرت ابوبکر نگفت.
حضرت ابوبکر یک روز نزد پیغمبر خدا اومد، گفت یا رسول الله، گفت عیب از جانب ما واقع شد، یک برادری مسلمان سخنای دغل و درشت گفتم، پشیمان شدم، همینقدر التماسش میکنم که جواب ما بده، جواب ما نمیده، تو امرش کده یا ده حقارت ما نبته، دلم آرام بگیرم که پگه من در پیش خدا چی جواب میگم. یک چند نفر از همون بنی اسلم هم قبیله هاش بدن نزدش اومدن، گفتن یا ربیعه چی واقع شد؟ ابوبکر صدیق تو را دشنام حقارت کرده است، با ای بولاد رفته شکایت کرده است، تو چرا خاموشی، چرا جوابش ندادی؟ آخی حقارتت کی کرد رم حقارتش میکردی؟ مردکای خوب گفت او را ابوبکر صدیق میگن، یاری غاری پیغمبر، لعنت بر شخصی که این مرد درشت میگه، لعنت بر زبانی که نسبت این مرد سخنهای ناسزا میگه. امروز در جامعه ما، در تاجیکستان ما، فرزندان تاجیک ما که اولاد اجداد جدی گذشته شو همه حنفی مذهب بدن، اهل سنت و الجماعه بدن، به سعادت های یافت میشدیان که با حضرت صدیق دشنا میدادیان. پره روز یک خواهر اسلامی زنگ زد، گفت برادرام ابوبکر صدیق حضرت عمر بسیار لعنت میگن، دشنام قبیگویی ها میکنن نسبتش، حکمشون چی است؟ گفتم از اینا شرمنده تر، از اینا رسواتر، از اینا ملعونتر در روی زمین شاید آدم کم باشه، زیرا که دشمنای اسلام کافرها جرأت نمیکنن صدیق اکبر عمر فاروق دشنام حقارت کنن، شاید تنقید مذمتش کنن، اما به دشنام و به لعن گفتن جرأت نمیکنن. مسلمانی که ایرا برخد روا میدونه وای به حالش که او ملعون است، ملعون خدا و پیغمبر و جمیع ملائکه های خداست. لعنت بر کسی که زبان درازی و تعرض کرده و حضرت ابوبکر حضرت عمر دشنام حقارت میکنه، واقعا ملعون است خودش، با یقین بدونه. حضرت ربیعه را ببینه عبرت بگیره. ابوبکر صدیق درشتگویی ها کرد نسبتش، اما گفت این یاری غاری پیغمبر است، کسی که ابوبکر صدیق میرنجانه خدا را رنجانده است، کسی صدیق میرنجانه حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم رنجانده است. من چقدر جرأت بکنم خدا و پیغمبر را برنجانم؟ استاد بچه‌ها با میگفتیان که کسی باشه از ملاهای اهل سنت من قطعشون صحبت میکنم. گفتم خواهر جان بگی با مسجد ما را بیار شو، اگر جرأت داشته باشن بیاین. حضرت ابوبکر صدیق بسیار حلیم بود، شاید در زندگیش هم یار دشنام حقارت نمیکرد، حالی در زنده نیست، ما مثل او حلیم نیستیم، قوش تازه گوشوش میکنیم. حضرت ربیعه روایت میکند و روایت در صحیح مسلم اومده است، همین شخصی بزرگوار، کنت ابیت مع رسول الله صلی الله علیه و سلم، حضرت میگه یک شب همراه پیغمبر خدا بودم، شاید در سفر باشد، همراهش خواب کردم، جایی که پیغمبر خواب کرده بود من در پایانک پشت با تکیه ایستاده بودم که من بودا یگان خدمت لازم شود بخیزم در خدمت قایم باشم. فآتیته بوضوئه و حاجته، ناخواستیدم میگه که حضرت نصف شب بیدار شد، برای قضای حاجت رفت، در حال میگه در دست کلاخ گرفتم، در دست آبی وضو گرفتم، از قفاش رفتم خدمت چه کردم. حضرت میگه دلش نرم شد، گفت سل یا ربیعه، گفت سوال کن، چیزی طلب داری از من بکن. میگم منم در فرصت غنیمت دانستم، گفتم یا رسول الله اسألک مرافقتک فی الجنه، ای حبیب خدا، گفت میخواهم که در جنت رفیق تو باشم. در این دنیا خداوند که ما را مرتبه و منزلت منور داشت، عطای بزرگ داد که در خدمت تو هستیم، میخواهم در قیامت هم نشینت باشم، در قیامت در پهلوت باشم. حضرت میگه نگاه کرد، گفت او غیر ذالک، شاید یگان چیز دیگه طلب داشته باشی یا ربیعه، تو مسافر هستی، کم بغل هستی، شاید احتیاج به لباس داشته باشی، احتیاج به طعام داشته باشی، به اسب سواری داشته باشی، یگان چیز دیگه طلب نمیکنی. حضرت میگه در جواب گفتم هو ذاک، من همین قدر طلب دارم، یگان طلب دیگه ندارم. حضرت میگه تأکید کرد
فاعنی علی نفسک بکثرت السجود یا ربیعه. در این صورت گفت ای ربیعه کمک کن به من، نماز بسیار خوان، سجده زیاد کن. انمی با کثرت سجود، با زیاد سجده کردن، عبادت کردن به من کمک کن تا اینکه فردا روز قیامت با طلب شفاعت کنم پیش پروردگار و رفیقی و همسایگی تر از خدا طلب داشته باشم. اون مکانی اندک نیست، خیلی جان کندن در کار که همسایه پیغمبر صلی الله علیه و سلم در فردوس اعلی باشی. این بزرگترین مکان جنت، بزرگترین مکان فردوس است. پس گفت توسط نماز، توسط سجده بر من کمک کن. در روایات اومده است، شیخ طه عبدالله روایت میکند، طه عبدالله عفیفی یک کتاب دارد با نام من وصایا الرسول صلی الله علیه و سلم. روایت میکند یک شب بیبی رابعه عدویه در حجرش خواب بود. یک دزد داخل شد، خاطر دزدی. دروازه رابعه عدویه قلف نداشت، شاید درم نداشته باشه، همه با پشت باز. وقتی دزد ببینه که دری باز است، به خانه سوخته نفسش بد میکوونش. داخل شد در حجره، این طرف کفت و او طرف کفت، یک اونچی نیافت، نه یک کرپشه نه یک بولیشت، همه یک کوزه دید، کوزه لب شکستگی، در درونش آب دیگه، نه دیگ نه طبق نه کوسه. پشیمان شده ایدر اومدگیش، خب که میخواست ایم حجره خوری چه از خونه که رابعه بیدار شده، نگاه کرد، گفت یا هذا این کنت من الاذکیا فلا تخرج بغیر شیء. ای مرد، گفت اگر مسلمان باشی، بنده خدا باشی، یگان چی قطیت بگی، خالی نبرو که من شرم دارم. تا خونه خوب او را هم گشت، گفت یا سیدتی لم اخذ شیئا ولم اجد. میگه هیچی نگرفتم یا سیده، هیچی خاک ندار یا چی نبرم. ببین رابعه گفت یا مسکین توضأ بهذا الابریق وادخل في هذه الحجره وصلي ركعتين فوالله ما تخرج الا بشيء. یه بیچاره مسکین گفت همین کوزه آب داره، بگی طهارت که داخل اینای حجره شو، اینای خانچه جای عبادت می، در رکعت نماز بخون، قسم به خدا گفت خالی نمیبروی. من برات گارانتی میتم، کفالت میتم که تو دست خالی نمیبروی. وقتی این خیلش گفت دلش آب گرفت، وقت طمع آن که انشالله دستی خالی نمیبروی، شاید یگان دیناری به جایی داره، به رابعه میتم. در حال طهارت کرد، داخل حجره شد. نیم شب در نماز وقتی رو به سوی قبله ایستاد، تکبیر تحریمه بست، بیبی رابعه دست به دعا برداشت و آب دیده، سیدی و مولای هذا اتی بابی فلم یجد عندی شیئا. گفت ای سیدی من، ای مولای من، غرض پروردگار است، ای حاکم یکتای من، همین بنده تو خانه من اومد، در خانم هیچی نیست، هیچی ندارم که بتمش. وقد اوقفته ببابک فلا تحرمه من فضلك و ثوابک. از همین خاطر گفت من در ایت راستش کردم، با سوی قبله ایت راستش کردم، پروردگار رو محرومش نگردان، یگان چشمت ای خونه سوخته خالی نرود. مرد رکعت یکم خواند، وقتی که سر در سجده ماند، چنان لذت، چنان کیفیت احساس کرد، نور خدا را در قلبش تجلی کرد، مست شد. دیگه تا صبح نماز خواند، از خودش نمیخوندونه که چی خواندم، چنان مست عبادت شده است. صبح صادق دمید، بیبی رابعه دیگه کرد که نمیبرویه. وقتی که داخل حجره شد، دید که سر در سجده مونده، زار زار میگریه و یک شعر، یک نظمی را به زبان رانده است. اذا ما قال لی ربی اما استحییت تعصینی و تخفی ذنب من خلقی و بالعصیان تأتینی فما قولی له لما یعاتبنی و یقصینی.
ترجمه شعر چی می شود؟ اذا ما قال لی ربی اما استحییت تعصینی، فردا روز قیامت اگر خداوند از من سوال کنه که یک بنده بدگهر، از من شرم نداشتی که عصیان کردی؟ تو ایزو نکشیدی از خدا که دزدی رفتی؟ بالفرض به شب مردم نمیبینند، آخی من میبینمت کو، از من شرم نداشتی؟ و تخفی ذنب من خلقی، از مردم از خلق من گناهات میپوشاندی. بر روز مسلمانی نمازگزار بودی و به شب دزدی غدار. همه ما میخیلیم در پیش مردم خیلی شیخ صوفیه، اما در خلوت کارایی میکنیم که خدا پناه بده. و بالعصیان تأتینی، بر ضد من عصیان میکنی. فما قولی له لما یعاتبنی و یقصینی، اگر فردا میگه خداوند عتابم کنه، خداوند از درگاهش برانم، من چی کار میکرده باشم؟ چی میگفته باشم؟ ای وای بر من. نماز خلاص کرد، بامداد خواند، از خانه خارج میشد، بیبی رابعه سوالش کرد کیف لیلتک یا اخی، برادر جان گفت شب چخیل گذروندی؟ گفت بخیرین انشاءالله، الحمدلله. گفت بهترین شب بود. وقفت بین یدی مولایا، در حضور پروردگار با گردن کج، با بندگی، با عجز، با ندامت راست ایستادم. فقبلت عذری و غفر ذنبی، خداوند عذر ما قبول کرد، خداوند گناه ما بخشید. و بلغنی المطلوب، به مقصد و به مرادم رسیدم. گفت رابعه گفت صبر کن، روز شبا یگان کس قرض میگیرم یگان چی میتمد. خواهر گفت من الکی دولت خدا را یافتم، چون که ذوق سجده پیش خدا خوشتر آید از 200 دولت را. پس بگویی که نخواهم ملک ها، ملک آن سجده مسلم کن مرا. این ذوق سجده پیش پروردگار از هزاران هزار دولت و منصب برای صاحبش بالاتر ای. پادشاهان جهان از بدرگی بونه بردند از شرابی بردگی، ورنه ات هموار سرگردان و منگ ملک را برهم زدندی بیدیرنگ. همه پادشاه ها حالی لذت بندگی را نچشیدند، نباشند مثل ابراهیم ادهم از بحر مال هم میگذشتن، از بحر دنیا را میگذشتن. اما خداوند این را به هر کس میسر نمیگردونه، به بنده های خاصه خودش میته. این سجده از برای هر کس لایق نیست، هر سر را سجده هم دستور نیست. خدا هر کس اجازت نمیده که در نزدش سجده کنه. از حضرت عباده ابن صامت روایت شده است که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود ما من عبد یسجد لله سجده الا كتب الله له بها حسنه و محى عنه سیئه و رفع له بها درجه فاستكثروا من السجود. یعنی حضرت میگه هر کسی که در پیش خدا یک بار سر به سجده بگذاره، خداوند در عوض همون یک سجدهش امر میکنه در نامه اعمالش یک حسنه می نویسن و یک گناهش امر میکنن محو میکنن و درجه و منزلش در جنت یک درجه بالا میکنن. پس حضرت گفت سجده زیاد کنه، نماز بسیار بخونه. ای مسلمانا نماز بخونه، عبادت کنه که بزرگترین عمل عبادتی پیش خداست. بزرگترین حالتی بنده در پیش پروردگار همه حالتی سجده است. مسلم روایت میکند از حضرت ابو هریره پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود اقرب ما یکون العبد من ربه عز وجل و هو ساجد. قریبترین حالتی که بنده دارد در نزد پروردگارش حالت سجده است. وقتی که بنده سجود میکنه فاکثر الدعاء و السجود، پس دعا و سجده را زیاد کنه در پیش پروردگار تا اینکه به رحمت خداوندی واصل شوه. نماز ببینه، نماز قیام دارد، رکوع دارد، سجده دارد، قعده دارد. وقتی از نماز سوال میکردن که رکنهای نماز چی است، همه چیزا را به زبان بیان میکنیم. قیام، رکوع، سجده را، قعده را، اینا رکنهای نماز هستند، فرضهای داخلی نماز هستند.
هر کدامش یک حکمتی بزرگی داره. الحال میخواهم یک نظمی را از حضرت مولوی که شرح توضیح داده است چرا خداوند بر ما نماز فرض گردون، نماز اشاره به کدام روز میکند، چرا بنده در پیش پروردگار رکوع میکند، بعدم باز سرش میبرداره، باز سجده میکند، باز قعده میکند. البته مولوی روم به زعم خیش، به فکر خیش این چیزا را بیان کرده است، همچنانه که دیگر علما هم وقتی که درباره حکمت نماز، حکمت فرایض نماز صحبت میکنند، اما بسیار جالب بیان کرده است. حضرت میفرماید معنی تکبیر این است ای امیم که خدا پیش تو ما قربان شده. تکبیر تحریمه که در نماز میگیم الله اکبر، معنیش چی است؟ پروردگارا ما در پیش تو قربان شدیم. وقتی ذبح الله اکبر میکنی، همچنین در ذبح نفسی کشتنی یک مولکی بکشی بسم الله الله اکبر میگوی. هر شخصی که قصدن تسمیه را ترک میکنه مولی کشتگیش حرامه، خوردنش درست نیست. همچنین وقتی که شخص نفسی خچه میکشد، شهوتی خچه میکشد، دنیای خچه میکشد، بر او فرض است الله اکبر گفتن، تکبیر تحریم گویان به نماز داخل شدن. تن چه اسماعیل جان همچون خلیل، کرد جان تکبیر بر جسمی نبیل. ایستاده پیش یزدان اشکریز، بر مثال راستخیزی رستخیز. تصور کنه که تن حضرت اسماعیل است و روح حضرت ابراهیم که باید تنه، یعنی که شهوت دنیا را امره در پیش خدا قربان کنه. همه ایستادن ما در نماز مسئله است با ایستادن ما فردا روز قیامت در حضور خدا. انا می خیلی که در نماز رو به سوی قبله میستی، قیام میکنی، همه آرام، سرکا خم، دستا پیش بر، فردا روز قیامت در پیش پروردگارم انا می حالت البته خواهی گرفت. هر کدام تو از نعمت ها سوال کرده میشوی. حق هم میگوید چی آوردی مرا، اندرین مهلت که دادم من تو را، عمر خود را در چی پایان برده ای، قوت و قوت در چی فانی کرده ای، گوهری دیده کجا فرسوده ای، پنج حس را در کجا پالوده ای. الان فردا روز قیامت هم خداوند سوالت میکنه که ای بنده نعمت هایی که من برات دادم به چی صرف کردی؟ او عمری گرانبهای را که اگر رضای من نباشه تمام دخترای دنیا جمع شوند یک ساعت عمر تزیاد کرده نمیتونن، در چی صرفش کردی؟ او سلامتی را که تمام مال و ملک دنیا را راضی بدی در عوض یک جگر بتی، برای یک جگر بتی و کسایی که به جگر احتیاج دارن، من ترا مفت داده بدمت، در چی صرف کردی؟ دست پا دادم چنبیل کلند، من ببخشیدم زی خود آنکی شدند. او دست پای نازنین من برا داده بدم، اونا شاخی درخت نیستن که خود به خود به سبزن بروین. چشم و گوش و هوش و گوهرهای عرش خرج کردی، چی خریدی تو زی فرش؟ این نعمتهای ببها، این عقلی رسا، این سیاست و شکلی زیبا، همه ایرا من برای تو داده بدم، در عوض چی آوردی ای دنیا؟ همچنین پیغام های دردگین 100,000 آید از حضرت، چنین 100,000 ملامت مذمت در سری بنده میریزه. لتسألون عن النعیم معنوش نمیای. در آخر سوره تکاثر میخونیم البته شما پرسیده میشوی از نعمت های خدا. در قیام این گفته ها دارد رجوع، از خجالت شد تا او در رکوع. همه همی در حالت قیام است. بیچاره چی بگه آخی شرمنده خجالت زده، از شرم حیا از بس که یگان پاسخی نداره در عوض بگه رکوع میکنه. عیب است که در پیش خدا بگوی که در وظیفه‌ام کار میکردم برای همین نماز ترک کردم. عیب است که بگوی قطعی نوسم بازی میکردم برای همین نمازم ترک شد. در پیش خدا چه خیل میگوی؟ بعد بگه خدا بزند که او وظیفه و منصب من داده بدمت،
اون نواسه و حواسه را من داده بودم تو نخواه به خاطر مال دنیا به خاطر نعمت دنیا نمازی مرا ترک کنی، فرمانی مرا نبری، در بدل چی میگوی؟ از همین خاطر بیچاره شرمنده میگه رکوع میکنه، سرش خم میکنه، پکلان میکنه که خداوند شرمنده هم نام ابو باش. باز فرمان میرسد بردار سر، از رکوع و پاسخ حق برشمر. باز امر میشوه رو تسیانه که بردار سر تا با ای جانت خلاص نمیشوه. امروز روز حساب و کتاب های سر تا بردار جواب ته. سر برآرد از رکوع آن شرمسار، باز اندر رو فتد آن خامکار. سر ای رکوع می برداره قومه میکنه سمع الله لمن حمیده، اما چی بگو آخی؟ چی میگوی؟ ای مردم برای نماز یگان عذر نیست در دنیا. زنای عذرک دارن، حالت حیض، حالت نفاس. مرد عذر نداره، تا زمان عقل داری مرده نماز باید بخونی. در سکرات مرگ ایستادگی عقلت کار میکنه، سر تا حرکت داده میتونی، با ایما و اشاره سر باید نماز بخونی. هیچ وجه نداریم برای نماز. از برای خدا این شرمندگی امروز اومده است. دوملا بیمار شدم یه ماه نماز نخوندم. آخه ای سرت مولا که شفا دهنده خدا، ای تو نماز خدا را نخوندی، ای کجا شفا میابی؟ و شفا را خدا میداد است. وقتی تو نماز خدا را نخوندی با بهانه آن که من کسلم، ای کجا شفا میابی؟ از کجا رحمت خدا بالای تو مستولی شود؟ علامه ابن کثیر در تفسیرش روایت میکند، میگه یک روز حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم از نزد ابو هریره میگذشت، شکم درد شده بود است. حضرت ابو هریره شکم درد بده، شکمش قپیده، بدن دوناش زمین میگزه، مور باری پیچیده است. بعد گفت یا ابو هریره شکم درد؟ ای ابو هریره گفت شکم درد چی ده؟ حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم بعضی کلمات فارسی را تلفظ کردگی، یکیش همیه. بعد ابن کثیر و جمیع مفسرها و محدثایی که بیان میکنن امیره برای عربو شرحش میتن. یعنی ایوجع بطنک، آیا شکم درد میکنه؟ شکم درد نمیفهمن اوخی عربو. اما از بس که پیغمبر میگفت صحابهاش میدونستن شکم درد، آیا گفت شکم درد میکنه؟ گفت نعم یا رسول الله. گفت بله یا رسول الله، بسیار دردم سخته. حضرت گفت قم فصلی فإن الصلاة هی شفا. بخی گفت نماز بخون، شفای تو در نماز ای. امروز با عذاب کار بهانه میکنیم، دیگر نماز خدا را ترک میکنیم، روزه خدا را ترک میکنیم. ای خدا بترسی، شفا از جانب خدا است، رحمت از جانب خدا است، رزق از جانب خدا است. کسی که فرمان خدا را نبره از شفای خدا محروم میشوه، از رزق روزی خدا محروم میشوه، از برکت پروردگار محروم میشوه. فراموش نکنید بچه‌ها. بیچاره چیکار کنه؟ سمع الله لمن حمیده گفت سرش برداشت. باید جواب بده، جواب نداره بگه. از همین خاطر ایده شرمنده وار خچه در زمین میشپه، پیشانی را در خاک میشکه. خداوند عوف، ندارم جواب ندارم چی بگم. باز فرمان آیدش بردار سر، از رکوع و از سجود و واده هست کرده خبر. باز امر خدا میشه که بردار سر تجربه به این جانت خلاص نمیشه. خیلی مهلت دادم، خیلی وقت دادم، تو بدگهر جنایت میکردی و ما برای تو نعمت میدادیم. تو جنایتکاری ملعون صاحب خانه و در کردم، صاحب زنی فرزندت کردم، بدن دادم، بدن سالم که 70 سال 80 سال خدمتی تر کرد. جواب تی چی آوردی؟ چی کار کردی؟ نعمتهای مرا در چی صرف کردی؟ سر برآرد از سجود آن شرمسار، باز اندر رو فتد او مثل مار. میبردارد سرش ای سجده یکم، جلسه میکنه. اما چی بگه آخی بیچاره؟ باخچه در زمین میشپه باری دیم. سجده دیمه که در نماز میکنه. باز گوید سر برآر و باز گو که بخواهم جست از تو مو به مو. کثافت میگه به این خلاص نمیشه. بخی اکم مو به مو جواب سوالت میکنم. برای هر یک دانه گندم که دادمت امروز ایت طلب میکنم. برای هر یک رگ پیوندی سالمه که دادمت
امروز جواب سوالت میکنم. قوت پا ایستادن نبودش که خطاب هیبت بر جان زدش، پس نشیند قعده با باری گران. اگه دیگه قوت خسته نداره، صاف کرد، مور تلخش کفید. یک رئیس سیاستت میکنه روز تو بگره دیگه به خود نمیایم، خدای بزرگ سیاستت کنه تلخت میکفه دیگه، بیچاره قوت نداره که به پا بیسته، قعده میکنه میشینه. پس نشیند قعده با باری گران، حضرتش گوید سخن گو با بیان. نعمت دادم بگو شکر چی بود، دادمت سرمایه هین بین مای سود. جوان مرد من ترا کپیتال داده بودم، چیکار کردی؟ عبراتش دادی؟ کو بیار چی آوردی خطی؟ لا تزول قدم عبد یوم القیامه حتی یسأل عن عمره فيما افناه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وعن جسمه فيما ابلاه. رواه ترمذی. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم روایت میکند فردا روز قیامت به بنده اجازه قدم زدن داده نمی شود تا زمانی که سوالش نکنن از 4 چیز. اول از عمر سوالش میکنن که او عمر در چی او ادا کرد. بعدا از علم سوالش میکنن، او علم داشت یا نداشت. اگر علم داشت علمش به مردم رساند یا نه. اگر چیزی شنید از خود کرد آیا به او عمل کرد یا نه. نهایت از مال سوالش میکنن، مال از کجا پیدا کردی، در کجا صرفش کردی، در راه خدا صرفش کردی یا به وجهت موندیش، میپرسند. و نهایت چهارم از جسم سوالش میکنن که او جسم نازنین زیبا را در چی صرف کرد، قامتی راست در چی کشپش کرد، دندانای زیبای نازنین در چی ریزوند، در عوض چی آورد. از همین 4 چیز هر یک انسان سوال میکنن. رو به دست راست آرد در سلام سوی جان انبیا و آن کرام. چیکار کنه بیچاره شرمنده؟ دست راست روش میتوبه، سلامی که میکنیم به طرف راست، جانب پیغمبرای خدا که از جانب راست هستند، جانب اولیاء الله. یعنی ای شاهان شفاعت کن لئیم، سخت در گل ماندش پای و گلیم. میگه که به دادم برسه ای بزرگا که مثل خر در وحل باز ماندم، دیگه قدرت جواب گفتن ندارم، از شما طلب شفاعت میکنم. انبیا گویند روزی چاره رفت، چاره آنجا بود و دست افزاری زفت. پیغمبران میگن رو در خاک وقتی چاره جویی بر رفته که. اینجا جای سوال جواب ای. اگر خدای نباشد زیبنده خشنود، شفاعتی همه پیغمبران ندارد سود. خدا اگر از بنده خشنود نباشه همه پیغمبران یک جویه طلب شفاعت کردن فایده نمیکنه. در دنیا ابوبکر صدیق دشنام داده باشی، عمر فاروق حقارت کرده باشی، صحابه پیغمبر نعوذ بالله حکم به کفر کرده باشی، رود در قور که فردا روز قیامت این بزرگای خدا که ای طرفی دستی راستن همش خصمی تو میخیزن، وای به حالت دیگه مهلتت نمیتن، از موی سرت کشان میبرن در قعر جهنم میپرتویند، هیچ دیگه به دردت نمیخوره. رو بگرداند به سوی دست چپ، دلش خنک شد که هیچ که شفاعتم نمیکرده است. رو بگرداند به سوی دست چپ، در تبار خیش گویندش که خب، هین جواب خیش گو با کردگار، ما کیم ای خواجه دست از ما بدار. بعد بیچاره طرفی دستی چپ کلش توب میتن، سلامی که به سوی دستی چپ میتیم، به خیش تبارا و به قوم قبیلش مراجعت میکنه که دستگیرم شوه. میگن خب دم تا بگی ما کیم، وای جونی خدمو، وای به حالمو، هر کس در جانی خودش بیچاره، ما کیم ای خواجه دست از ما بدار. این جواب خیش گو با کردگار، جواب سوال خودت بکن که علاج نداری. از همه ناامید شد مسکین کیا، دیگه دست دیل ای همه شوش دید، هیچ که به دادش نمیرسه. از همه ناامید شد مسکین کیا، پس برارد هر دستن در دعا. کس همه ناامید گشتم ای خدا، اول و آخر طی و منتها.
وقتی که دست دیرش ای همه خنک شد، بعد پروردگار رو میگه آخی من همون بنده روسیاهی گناهگاری تا منه که همون بنده تا نماز میخوندم، نمازم با نقصان بدن، اما کوشش میکردم که همین نمازها را به جماعت مستحبه در خانه تا در مسجد تا بخونم. خداوند به خاطر همین نمازهایی که میخوندم عفو که من طاقت حساب و کتاب ندارم، عفو که من نعمتهای تو را شکرگزاری کردن نمیتونم. بعضی جوانای ما از دعا میگریزن، حکمت دعا را دیده ای بالای سری مردم خیز گرفته بزی کهی وری میگریزن از برای خدا. وقتی دعا کردی پیش خدا، خدای تعالی نقصانای نماز طرف میکنه، دعا تا مقبول میگردونه. دعای بعدی نمازهای فرضی پیش خدا مستجاب هستند. در نماز این خوش اشارت ها ببین تا بدانی که این بخواهد شد یقین. همه اشاره های خوبه که هست در نماز همی را ببین و با یقین بدان که همه واقع شدنی است، از این کسی خلاصی نداره. فردا روز قیامت همه عمل هایی که در نماز بکنیم، قیام داریم، رکوع داریم، سجده میکنیم، روحامون در خاک میشکیم، قعده میکنیم، به گردنکای کج، دستی راست دستی چپ، به هزار امید آرزو کلم توبیم، همه همیو واقع میشوند. پس مسلمانی واقعی در همه دنیا ایستاده و باید که آمادگی بگیره، آماده باشه، نمازکاش بخونه، به یاد خدا باشد، به ذکر خدا باشد. در این صورت انشاءالله خدای تعالی هم رزق روزی و برکت زیاد میگردونه برای بنده، هم انشاءالله فردا روز قیامت این نمازها را وسیله نجات، وسیله رحمت، وسیله راحت این بنده قرار خواهد داد. دعا میکنیم پروردگارا، عاجز هستیم، بیچاره هستیم، خداوند به طوری باید شاید شکرگزاری نعمتی ترا کرده نمیتونیم، به طوری باید شاید عبادتی ترا کرده نمیتونیم، ذکری ترا گفته نمیتونیم، اما خداوند بنده های تو هستیم، امید به رحمتی تو داریم، امید به مغفرتی تو داریم. حبیبی تو محمد صلی الله علیه و سلم و جمیع پیغمبران تو علیهم السلام دوست می‌داریم، جمیع اصحاب بزرگ